بابا ما یه رفیقی داشتیم چای رو خیلی کمرنگ میخورد، چربی و نمک و نوشابه اصلا نمیخورد، مدام ورزش میکرد. هر وقت ازش میپرسیدم چرا قد به خودت سخت میگیری، بخور بابا، میگفت برای سلامتی بده و سکته میاره. این قدر رعایت میکرد، این قدر فکر سکته نکردن بود که تو 45 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرد. اوایل که اومده بودم سر کار که همکاری داشتم در ماه 1000 تومان خرج نمیکرد، فقط پس انداز میکرد. بعضی وقتا میگفت این همه پس انداز میکنم نکنه تو این مسیر یه روز تصادف کنم بمیرم. آخرش تو همون مسیر تصادف کرد مرد. میگن چند سال پیش زندانی تو امریکا از زندان فرار میکنه، میره ایستگاه راهن، سوار یه واگن باری میشه، در واگن خودکار بسته میشه و قطار راه میفته. متوجه میشه که سوار فریزر قطار شده. روی تیکه کاغذ می‌نویسه این مجازات رفتارهای بد منه که باید منجمد بشم. قطار به ایستگاه میرسه و مامورا با جسد زندانی روبرو میشن در حالی که فریزر قطار خاموش بوده. میخوام اینو بهتون بگم، توی دنیا منتظر هر چی باشیم همون برامون پیش میاد. اگه منتظر شادی باشیم شادی پیش میاد، منتظر غم باشیم غم پیش میاد. هیچ وقت پولو برای بیماری و مشکلات پس انداز نکن چون رخ میده. پولو برای عروسی، خرید خونه، ماشین، مسافرت، اینجور چیزا پس انداز کن. اگه گفتی این پول برای خرید ماشینه دیگه به تصادف فکر نکن. ژاپنی‌ها یه ضرب المثل دارن که میگه اگه فریاد بزنی به صدات گوش میدن، اگه آروم بگی به حرفت گوش میدن. قدرت کلماتتو بالا ببر نه صدات رو. این بارونه که باعث رشد گلها میشه نه رعد و برق. مشتی خان، زندگی کوتاه، زمان به سرعت میگذره، نه تکراری داره نه برگشتی. پس از لحظه به لحظه زندگی استفاده